اگر به دنبال مهاجرت به کشور کانادا هستید یا تمایل به اخذ هر گونه ویزای این کشور را دارید، بایستی مراقب باشید به دام شیادان و افراد بدون مجوز نیفتید و تنها از مشاورین رسمی و یا وکلای مهاجرت کانادا کمک بگیرید. مشاورین جعلی معمولاً فعالیت‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دارند و در قالب بلاگر و یا حتی آژانس‌های مسافرتی با وعده‌های وسوسه انگیز و ساده جلوه دادن روند اخذ ویزا سعی دارند افراد آسیب پذیر را به دام خود بکشانند. برای شناخت و احراز هویت متخصصین دارای مجوز رسمی از کانادا می توانید به وبسایت register.college-ic.ca مراجعه کرده و اسم مشاور مورد نظرتان را جستجو کنید. سپس از اکتیو بودن آنها اطمینان حاصل کنید. علاوه بر این دقت کنید حتی اسامی کسانی که ادعا می‌کنند در قالب کارگزار و یا نماینده زیر نظر مستقیم مشاورین رسمی مهاجرت فعالیت می‌کنند نیز بایستی به عنوان ایجنت در کنار نام مشاورین نوشته شده باشد. لطفاً این ویدیو را با افراد علاقه‌مند به اشتراک بگذارید تا کمک بزرگی به دیگران نیز کرده باشید.